حالا تو آشپزخونه میکاپ کردین؟ بعد از خریدن سپایه، نور، رینگ لایت، همه چیزی که ازش استفاده نکردم، گوشیمو به یه گلدون تکیه دادم، دارم ویدیو میگیرم. بیرون کار دارم، گفتم آماده میشم ویدیو بگیرم. قهوه‌م یخ کرد. صبح که بیدار میشم اصلا دلم صبحونه نمیخواد. یه دونه قهوه بخورم که یخ کرده، بریم آماده بشیم. امروز همه چی فوری، حتی قهوه. البته خیلی وقت قهوه ندارم، نمیدونم چرا. قهوه‌م درست کردنی نیست، تموم شده. این قهوه فوریه، خیلی هم خوشمزه میشه. قهوهش چیزم جکوبز با این کافی میتا قاطی میکنم، خیلی خوشمزه میشه. صدام یکم بهتر شده باشه، حالا نمیدونم. خب اولین پچه ها رو در بیارم. هنوز جا داشت بمونه ولی من خیلی عجله دارم. خیلی فوری باید آماده شم. آینه نداشتم، طبق معمول آینه پالتا. امروز یه آرایش خیلی فوری باید انجام بدم. من تا اینجای صورتم نمیدونم معلومه یا نه، تا اینجای صورتم الان کرم زدم به خاطر اینکه این پسوریالیزه خیلی زیاد شده. از بالا جین پوشیدم و مشکی، از پایین بستم. این ویدیو رو خیلی کات نکنم، یه سره باشه که ببینم مثلا فوری بخوام آماده شم تایمش چقدر میشه. وای براش بردم. بین بیوتی بلندر و براش، خب براش خیلی بهتر کار میکنم، البته کاوه رو کمتر میکنم. کیلوش اونه رو کیلویی میخوام بزنم. اینجوری شد. دقیقه شده تا الان 5 دقیقه شده. همین من جدیدا خیلی بد میخوابم. مثلا دیشب ساعت 3 داشتم بیهوش میشدم. حالا بگذاریم که 3 خودش خیلی دیره. بعد خوابم برد، یه خواب پریدم دیگه داشتش خوابم نبرد. همینجوری نمیدونم چرا. بابا این میخوره به کرمه. بعد میگن چرا کرمتو نمیزنی، واقعا جاش جاییه که رو مخت میره. پری شب بود، یه دونه کافه رفته بودیم، بعد کافه باحال بود و اینا. اونم ویدیوشو گرفتم، ادامه همین ویدیو براتون میذارم. یه کوچولم کانسیلر بزنم خیلی که شد. 7 دقیقه افتاده. یه دونه همین رنگا رو با هم گوش میزنم باشه چشم. قرمز میزنم بزنم انگوش. نه نمیزنم. یکی آجوری تل کلو رو بزنم.
صورتیه. من فکر کنم خیلی آروم حرف میزنم. خب ریمل خیلی کم چون که دیگه واقعا دیر شد. همین دیگه تموم شد. یه کوچولو هم مسک لب میزنم. این خودش کارو جمع میکنم. من برم خیلی دیر شد فعلا. من یه 10 دقیقه‌ای صحبت کردم، بعد ویدیو نمیدونم چرا ضبط نشد، حالا نمیدونم چرا. بعد داشتم میگفتم که واقعا یه هولدر برای ماشین فکر کنم لازم داشته باشم، ولی هیچ ایده‌ای ندارم که باید چی بگیرم مثلا خوب کار کنم. داشتم چیزو تعریف میکردم، این کافه که رفتیم ویدیوشو میخوام بذارم. اینو ما قبلا رفتیم، بعد اینطوری بودش که ببخشید الان من نمیتونم شما پذیرش کنم دیگه، نزدیک به لاست اوردرمونه و اینا. من گفتیم اوکی، بعد رفتیم و اینا دیگه. حالا ساعت بکنم نزدیک 11 بود. آره من گفتیم باشه. این سری رفتیم، باز میخواست ما رو راه نده. عجب. کلا انگار تمشون اینطوریه که ترجیح میدن رات ندن که مثلا اصرار کنیم تو رو خدا حالا من راه بده فلان. خب بغل بهجت آباده، تو همون خیابونه. از اونجا تا اینجا اومدیم، بعد بارونی هم هست دیگه، تایم هم دیر نیستش. الان چی؟ آخه الان من میز ندارم. میز دارم و میزمون کوچیکه، شما 4 نفرین. گفتم اوکی، حالا فوقش یکی بخواد مثلا یه فنجون بذارین یا یه پیش دستی دیگه، چیز خاصی نیست، اوکی، ما برامون مهم نیست. آخه من باید برم از اون پافا بیارم بذار، میدونی یعنی یه ساعت داشت چونه میزد. اولش گفتم اگه مشکلی هست مثلا برم. خب اینجا نه آخه میز داریم الان اینجا، میدونی صاف حرف نمیزنه، یه کاری میکنه که توی بگه خب من چیکار کنم. مثلا الان یه کافه است دیگه بابا. بعد برای یه بار رفتم باحال بود واقعا، خیلی هم غذاش پیش غذاش چیز گوگلی خوشمزه بود، ولی که دوباره خیلی واقعا نه. اصلا من کافه رو بیشتر به خاطر اون وایبی که بهم بده دوست دارم، مثلا یه حس خوبی که اونجا داشته باشم. اینجا نه، کلا کافه راحتی نبود و اصلا وایبش رو دوست نداشتم. این از کافه برم کارم رو انجام بدم. حالا راستی گوشواره ها گیلاسه، اینا رو کلی درگیرش بودم که چطوری باید بندازمش. خیلی با نمکه اینجاست که نور بود و اینا. باز ویدیو میگیرم، اگه نه که همون کافه رو براتون ادامهش میذارم که اینم یه ویدیو بشه.
دلاره من نمیدم دو تا یه باشم نمیخوری نه خیلی خوشمزه. ببین همینو میریزم بود ظرفش خیلی خوشگله. من به این یادشم بفرستم اون پیتاشه گیفته بابا پنیر با زیتون. وضعیت میز ما دستشویی زیاد از حد قشنگ نیست.